سلام بچه ها، خیلی زیاد خوش اومدید به این ویدیو. آقا در این ویدیو قراره که ما بریم بازیکنان رو حدس بزنیم که روی تصویر برامون میاد، شماره تیم ملی و تیم باشگاهیشون برای ما میاد و ما باید حدس بزنیم. من دانیال TNT هستم و اولین ویدیومه در یوتیوب. خواهش میکنم من رو سابسکرایب کنید، لایک هم کنید، این کار خیلی به من انرژی میده. زنگوله دارم بزنید که هر وقت ما ویدیو جدید گذاشتیم بدوید و اولین نفر ویدیو ما رو تماشا کنید. دیگه زیاد حرف نمیزنم، بریم سراغ ویدیو. This is a new total football quiz challenge. Guess the player by nationality plus club plus jersey number. خب آلمانی در بارسلونا 22. بایستید. گوندگان. خب بریم گوندگان رو وارد ترکیب کنیم در ای فوتبال موبایل. گوندگان رو نداریم، باید بریم بخریمش. گوندگان گوندگان را خریدیم. بله بچه ما گوندگان را خریدیم و وارد ترکیبمون کردیم. بریم سراغ ادامه ویدیو. خب شماره 7 در این فکر کنم کیه داریم؟ مارتینز داریم. این جاشی بازی کنه ضعیف وارد ترکیب میکنیم. دراپیتی مثلا، این دراپیتی حساب میشه دیگه، مثلا همین. شماره 25 رئال در اسپانیاست. نمیدونم، ناچو فرناندزه. این دروازه‌بان بود، نمیدونستم یه واقعا. وایسید سخت شد. شماره 9 پرتغالیه، توی پاریس سن ژرمنه. 9 پاریس سن ژرمن نمیشناسم. اونجا الکی میگم چیز رافائلی، نه نمیتونستم بگم. 24 کرواسی تو سیتی. وایسید من میدم گواردیول دفاعشون. گواردیول و قبلی هم که نتونستم جواب بدم یه بازیکن دراپیتا میاریم. یه دراپیت دیگه جای اینجا میاریم و الان که هست بریم چطور بریم گواردیول را بخریم و وارد ترکیبمون کنیم. گواردیول را خریدیم و این بازیکن کجاست؟ گواردیول را خریدیم و وارد ترکیب شد. بریم ادامه ویدیو. گواردیول را که حدس زدیم. حالا شماره 10 برزیلی فهمیدم روبرتو فرمینیو که قبلا توی لیورپول بود. روبرتو فرمینیو سه نمیدونم، اینم واقعا نمیدونم. روبرتو فرمینیو رو باید بیاریم. یه دراپیتا هم باید بیاریم که اینو نتونستیم حدس بزنیم. بچه ما هر چی گشتیم روبرتو فرمینیو رو پیدا نکردیم. برقرار جایی بازیکن دراپیت، 2 تا بازیکن دراپیت بیاریم. اسمات صفی میاریم. خب بریم سراغ
ادامه میدیم. اینا که گفتم بلد نبودم. خب شماره 16 توی بارساست. بلد نیستم. پدری نمیدونم. وای این دشاره بود عوض میکنم. اینم نمیدونی. اینم بلد نیستم متاسفانه. اصلا نمیشناسم. شماره 9 بابا اصلا نمیدونم اینو. نمیدونیم چرا نمیدونیم چی که. خب 3 تا در و بیت تا حالا. اینم 4 تا در و بیت بیاریم تو ترکیب گیرم زدیم. 4 تا در و بیت. یه در و بیت. 2 در و بیت. 3 در و بیت. 4 در و بیت رو اینجا میذاریم. 4 در و بیت دروازه بانم 84 خودم قویش کردم که 84 شده بگن 79 بود. بریم سراغ ادامه ویدیو. اینم که بلد نبودیم یه در بیت هم یا بیت. وای بابا نمیدونم. ببینیم کی بود. شماره 10 تیالش فهمیدم آفریقایی. سادیو مانه رو بکی ژاپن. بچه بلد بودیم سادیو مانه رو بدون ادامه. ژاپنیه. بعدم نمیدونم داداش. خب فعلا 3 تا سکیل دودم تبفید. اینم سومین داره بید. هولند چیزه دیانگ. میدونم دیانگ باز. اینو باید بنزما. بس 2 تا عربیت بیاری. آره دیگه بنزما. بریم کریم سادیو مانه رو بخریم. با 1000 بدبختی خریدیمشون. پول که نداشتیم که رفتیم این ساعت بازیکن فروختیم. سادیو مانه رو جای دیبروینه میبریم. الله خیرن که خراب نداریم. تعویضیامون رو باید بچینیم و بریم سراغ بازی. خب یکی از تعویضیامون کریم بنزماست. 2 تا تعویض. اینم آخرین بازیکنیه که ما از این میگیریم. بعدش بریم سراغ ویدیو. این که قیمت موسیقاتون میدونید بچه. بعد بنزمون شماره 10 لیورپول آرژانتینی سخته. نمیدونم آقا چی. نمیدونم واقعا نمیدونم. بلد نبودم. یکی دیگه بریم. وای که نمیدیم. نمیدونم کی میده. برایم دیاز. خب نتونستیم یه ازش دیگه هم باید بیاریم. این مثلا این چون ترکیب بد ما با یه بشکن ترکیب درست میشه. حالا بریم سراغ بازی هایی که داریم. کل پولم هدر رفت برای این بازی. بریم این بریم خودتون بذارم سوپر استار فکر نکنید مدلش پایین اینجا نشته سوپر استار.
بچه‌ها به نظرتون کدوم لباسمون رو انتخاب کنیم بین همه لباس؟ ترجیح میدم اینو بردارم. بله بریم سراغ بازی با دیویژن 9. بله کریم با منظمه بازی رو شروع میکنه. گوندگان پس برای اون برش نمیدونم کی بچه توپ توی اوت میره. توپ مال ماه. چرا ما آشغال رفتم درست سفیده ما بشیم. من از کجا بدونم کی به کیه؟ یه شوت گل اول رو سوانه میرسونیم. دقیقه چند بود؟ در دقیقه 4. توپ رو میگیریم. یه پاس موقعیت. یه پاس بلند. کریم بنزما. کریم جان کریم تو مسلمون نیستی. یه سر از بازیکنان حریف. موقعیت برای بازیکنان حریف. توپو میگیره. گوندگان نه توپو پس میده. موقعیت برای آنها. سانت خودشون. هیچ سرنم دار آفساید میگیره. بله آفساید میشه و بازیکنان ما باید بازی رو شروع کنن. پاسنم برای دروازه‌بان دم بود. توتی به داغوره بخوریم. موقعیت دیگه. کریم با لو داد. رو میگیریم. یه پاس. بچه ها من بعدا براتون ویدیوهای PS2021 FC24 هم میذارم. حتی GTA هم براتون میذارم. من همه بازی ها و چالش ها رو براتون میذارم. بله یه سانت بد. راستی بچه ها یه خوشحالی هست داخل بازی PS2021. لخ میشن بازیکن. همه بازیکنان نه بازیکن خود همه بازیکنان فقط نیمار جونیور لخ میشه. اگه خواستید بهتون یاد بدم و آموزشش رو بهتون حتما میدم. فقط این ویدیو رو به بالای 2000 تا برسونید. لایکاشو حتما من سابسکرایب کنید. زنگو دارم بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم بدوید و بیاید ویدیو رو اولین نفر تماشا کنید. فقط اگر خواستید بهتون آموزش خوشحالی های PS و حتی خوشحالی که نیمار لخت میشه رو یاد بدم و حتی از وسط زمین گل زدن در PS21 حتما به من بگید توی کامنت ها و حتما لایک ها رو به بالای 2000 تا برسونید. موقعیت کریم بنزما یه پاس. موقعیت یار خودمه که پس برای این ور کریم نمیتونه توپ رو بگیره. کریم به قرآن تو مسلمون نیستی. به قرآن بچه فقط اگه یه ذره صدا بعد این ویدیو منو ببخشید. در ویدیو بعدی بهتون قول میدم که ویدیو رو با بهترین صدا تماشا کنید. بله بچه ها نیمه اول به پایان رسید. بریم سراغ نیمه دوم. بله نیمه دوم شروع میشه. نیمه اول که 1-1 تموم شد.
دوستان موقعیت دروازه ما خالی یا گل. کامبک رویایی از حریف. واسه بچه هر وقت به بالای 100,000 تا برسیم 100,000 کیک حتما به هر نفر از دنبال کننده هم که هم سابسکرایب کردن هم لایک کردن هم زنگوله رو زدن و کامنت بیشتری گذاشتن قراره 5 تا هندزفری بدیم. درجه خودتون میدونید 5 تا ایرپاد یا 5 تا هندزفری یکی از این 5 تا اسپیکر هم میدیم حتما. فقط منو لایک و سابسکرایب کنید وقتی که به 3,000 تا رسیدیم دیگه. وای گل نخوریم. خاک تو ست. من نمای باز موقعیت باز کریم بزن دیگه کریم که باز برای عقب تو با میگیرم یه شوت قدرت باجه گل وای برا وردند به پاس موقعیت یه سانت بزنیم به پاس موقعیت یه شوت ای بابا کرنر بنازم یه راست میزنیم تقریبا در میاره خوشیتون اومد تو کامنت اینا برام بنویسید که بریم با 1,000,000 هر چیزی که تو دیجیکالا پیدا میشه رو بخریم. چیزای ضد آب برای گوشی همه چیز. رو دور میکنیم سوراخ شده کلاس هیچ کار نکنم پاس موقعیت تو باسن از ما گرفت نزدن بقیل یکی بسنیم زده من یه ذره خوش باشه. بله بازی تموم میشه تا ویدیو دیگه. بدرود.